خداوند قادر لایزال رو بی نهایت متشکر و سپاسگزاریم از اینکه این فرصت طلایی رو در این شب میمون مبارک به ما عنایت فرمود تا در این محفل گرم و صمیمی در حضور شما سروران عزیز باشیم. امیدواریم الله عزوجل همه ما رو جزء مغفرت شدگان رمضان قرار بده. در حضور اساتید، علما و فرهنگیان، ادبا، سخنوران برها رو صحبت کردن گستاخی است، ولی از اون جایی که اصرار دوستان بیش از حد بود به هر حال با زبان الکم چند دقیقه مصدی اوقات میشم به امید آنکه رب العالمین به همه ما توفیق عمل کردن به اون چه گفته میشه عنایت بفرماید. چند دقیقه‌ای که در خدمت شما سروران هستم پیرامون عوامل ترقی و انحطاط مسلمانان و یا به تعبیر دیگر وظایف یک جوان مسلمان، البته به ویژه همه مسلمان، به ویژه نسل جوان که نسل علمبردار و پیش‌فراغل هر نهضت و مکتبه کلماتی عرض خواهم کرد. غم و درد و رنج و آلامی که امروز بر پیکره جهان اسلام وارد می شود و مسائل و مشکلات و چالش‌ها و بحران‌هایی که دامنگیر امت اسلامی شده بر هیچ کس پوشیده نیست. بدون تردید موقعیت اسلام از هر حیث سیاسی، جغرافیایی، نظامی و اقتصادی از تمامی ابعاد اسلام و مسلمانان متاسفانه امروز ضعیف شدند. به همین دلیل هر جا حرفی از بدبختی و فلاکت و هلاکت و نابودی است سرزمین مسلمانان است. هر جا مشتی بالا می‌رود بر فرق مسلمانان فرود می‌آید. هر جا ماشه‌ای چکانیده می‌شود قلب مسلمانان را نشانه می‌گیرد. هر جا بمب و تانکی حرکت می‌کند خیر می‌شود با قبله مسلمانان را مساجد مسلمین که به منزله قلب تپنده جهان اسلام به شمار می‌روند اهداف و آماج حملات خودشان قرار می‌گیرند. علت چیست؟ چرا ما مسلمانان این گونه خار شدیم؟ چرا اینقدر ما مسلمانان عقب افتاده شدیم؟ دلیلش چیست؟ علت ضعف ما مسلمانان کجاست؟ اقبال می‌فرماید شبی بگریستم پیش خداداد، مسلمانان چرا تارند و زارند، ندا آمد نمی‌دانی که این قوم دلی دارند و محبوبی ندارند. تکبیر! آن مسلمانانی که در دوران حکومت نوپای اسلام مسلمانان در شبه جزیره عربستان به سیاست و قیادت و زعامت بزرگترین ابرمرد تاریخ یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هر جا که عزم آهنین خودشان را می‌بستند برای رویارویی با لشکر کفر غیر ممکن بود که چراغ سبز پیروزی جلوی چشمانشان به چشمک در نیاد. غیر ممکن بود که پایه‌های علیکه ظلم و استبداد را به لرزه در نیارند و اونها را تابعدار نکنند و سرزمین‌هایشان را زمینه قلمرو اسلام و مسلمانان نگردانند. غیر ممکن بود که هر جا مسلمانان قدم می‌گذاشتند با کلمه زیبا و ترین انداز لا اله الا الله محمد رسول الله تمامی سدهای فولادی و دژهای آهنین در مقابل سربازان محمد پرش می‌کردند. اگر این کلمه را در دریا می‌خواندند با خدایی که محمد را در رسالت فرستاد با اسبان خودشان طوری از میان دریا می‌گذشتند که حتی سم اسبانشان پیش نمی‌شد. اگر در مقابل حیوانات و درندگان می‌خواندند در میان جنگل‌ها تمامی جنگل خالی از سکنه می‌شد و میزبان سربازان رسول الله می‌شد. امروز چه شده مسلمانان؟ ما فرزندان همون صحابه هستیم، ما فرزندان همون محمد هستیم، ما سنگ پیروی و تبعیت رسول الله را به سینه می‌زنیم. پس علت عقب افتادگی و تنزل و انحطاط ما چیست؟ من در دو سه جمله خلاصه می‌کنم به عنوان وظایف جوانان مسلمان. اصل ارتباطات بشریت امروز بر کرسی اختراع و اکتشاف نشسته
پیشرفت می‌کنه و کمتر روزی دیده می‌شود که پرده از یک اکتشاف و اختراع جدیدی بر ندارند. جهان مانند جهان با این عظمت مانند دهکده‌ای شده که اگر در دورترین نقطه کره خاکی کوچکترین اتفاقی واقع بشه و حادث بشه، کوچکترین رخداد برای رویدادی رخ بده، قطعا تمامی مسلمانان و تمامی بشریتی که در روی کره خاکی زندگی میکنن بدون تحمل کردن حتی کوچکترین هزینه و یا سختی و رنج و بلاغتی میتونن تمامی اخبار، رویدادها و حوادث را مستقیما ببینن، بشنون و تماشا کنن. وظیفه من تو چیست؟ آیا ما باید بشینیم پیشرفت‌های غرب را و غربیان رو بنگریم؟ قطعا وظیفه ما این نیست. با خدا قسم اگر ما رسالت خودمان را بدونیم و عوامل ترقی و عوامل پیشرفت مسلمانان و صدر اسلام و عوامل تنزل و انحطاط و سقوط خودمان را خوب بررسی بکنیم و اون عوامل و اون اسباب ترقی رو در وجودمان احیا بکنیم، بار دیگر مطمئن باشیم که فتح و پیروزی و کامیابی پیشانی من و شما را خواهد داد. الله اکبر، الله اکبر. فقیران تا به مسجد صف کشیدند، فقیران تا به مسجد صف کشیدند، گریبان شهنشاهان دریدند، چون آتش به مسکین افسر مسلمانان به درگاهان خندیدند. اولین عامل ترقی و رمز موفقیت صدر اسلام این بود که اونها از اسلام عزیز با تمام وجود پاسبانی و حراست میکردند. اسلام حقیقی در وجود اونها تبلور یافت و امروز اسلام سوری است. میخواد خوشتون بیاد، میخواد نیاد، ولی واقعیت باید گفته بشه و همه من شما باید قبول بکنید. من برای باز شدن بحثم یک فرق بین اسلام سوری و حقیقی یک مثالی از گفتارهای متفکر جهان اسلام استاد ندوی خدمت شما عرض میکنم. ایشون مثالی میزنه، میگه شما قطعا درون خانه‌هایتان میوه‌های سفالی، پلاستیکی، مصنوعی رو حتما دارید برای زینت خانه. آیا خود شما انصافاً وقتی درون خانه میشید به همین تماشا کردن میوه‌های سفالی و شیرینی‌هایی که با دست انسان درست شده و مصنوعی هست بسنده میکنید و از بازار میوه تهیه نمیکنید؟ و آیا فرزندان شما و خانم‌های شما ادعایشون به همین تمام دیگه بله چون که روی یخچال ما دکوراسیون خانه ما رو برقرار داره این میوه‌های سفالی تشکیل میده؟ قطعاً که مثال دیگر، شما به موزه‌های طبیعی رفتید، مجسمه‌های شیر، پلنگ، گل، حیوانات وحشی، از دور هر کس نگاه بکنه بگه این چه مجسمه هیولا بزرگ مهیب، اما به مجرد اینکه نزدیک می‌شود یک کودک بسیار ضعیف با دستان ضعیف و نازکش هم می‌تونه این مجسمه بزرگ شیر را سقوط بده و به پایین بیاندازد. چرا؟ چون این کودک حقیقته و اون مجسمه فقط صورت. پس به این نتیجه رسیدیم صورت هر چقدر مهیب و بزرگ و شگرف باشه هرگز نای و توان مقابله در مقابل حقیقت کوچک و هم ندارد. سروران عزیز، اسلام صحابه، شهادتینی که صحابه صدر اسلام می‌خوندند حاوی یک واقعیت و یک حقیقت بود و امروز اون اسلام و لا اله الا الله فقط حالت صورت به خودش گرفته. ناراحت نشید، من واقعیات تاریخ را دارم بررسی میکنم. شهادتینی که هنگامی که صحابه میخوان لا اله الا الله محمد رسول الله تمامی رنجها، ناملایمیها، نارساییها، مشکلات، معضلات همه برای اینها آسان میشد و میتوانستند تمامی زندگیشون رو، تمامی حیاتشون رو حس و نیست خودشان را فدای کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بکنند و لیکن یک لحظه کلمه به محمد رسول الله نگیرند. جا دارد اخلاقهای تاریخ لحظه توقف بکند و ایمان حقیقی شیرمردان و شیرزنان و نوجوانانی همچون خمسا، عمیر بن وقاص، عمرو بن الجموع و سایر صحابه رو من به هر کدوم از اقشار یک مثال از مثالهای زنده اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله می‌کنم. صلوات الله بفرمایید. بله، وقتی که یکی از زنان، بلکه زن شیر زنان صحابیه رسول الله صلی الله علیه و مشرف به کلمه می‌شود، مشرف به اسلام می‌شود، گفتن این کلمات به زبان من و شنیدن با گوش‌های شما پیدا کنید.
اما وقتی که کلمه رو میخواند اونجاست که 4 تا فرزند خودش رو تربیت کرده، بزرگ کرده، به اصطلاح آبیاری کرده تا یک زمانی در تحت ظل و سایه او آرامش داشته باشه و آسایش داشته باشه و بتونه از میوه‌های او استفاده بکنه. اما زمانی که بزرگ میشود، به سن رشد میرسد، به سن کمال میرسد، هر ستای اینها را قسم میدهد میخواد در روز جنگ مادرم بیایید فرزندانم دور برم. میاد جمع میشه میگه مادر چی میخوای بگی برای من؟ بگو. میگه مادرم من شیر سینم و شیر پستانم و به شما حرام دارم اگر امشب در مصاف جنگ حرکت نکنید و یکی پس از دیگری خون خودتان را در طبق اخلاص ندهید و فدای رسول خدا و فدای دین محمد رسول الله نکنید. تکبیر! سبحان الله. این مادر از کجا دست گرفته؟ چه نیرو و عنصری در وجود این مادر تنور یافته که درخشش او ایمان او را به افق آسمان آورده است؟ قطعا اون شهادتین امروز یاد نخواهد شد. نوجوانان، امیر بن وقاص از شماست، کودکی 12 ساله در غزوه سرنوشت ساز بر، نخستین غزوه و کارزاری که بین سپاه حق و کفر در گرفت. رسول معظم اسلام سپاهیان را صفبندی کردند. در میان صحابه امیر بن وقاص 12 ساله حرکت کرد، آمد در محضر رسول معظم اسلام، در میان صفها خودش رو جای داد و از اون جایی که میدونید اگر پیامبر اینو ببینه برش میگردونه. جوانان گوش بدن، پیامبر اون رو بر میگردونه. لذا آمد در یک گوشه میان صفها خودش رو پنهان کرد که رسول الله اون رو نبینه. داشت پیامبر خدا سفارایی میکرد که ناگهان برادر امیر که اسمش سعد بن ابی وقاص بود چشمش به امیر افتاد. این امیر از این صف به اون صف خمپش میره، چادری رو رو سرش انداخته، کسی رو نشناسه. امیر کجا؟ امیر تو کجا آمدی؟ چرا خمپش را میری؟ گفت من آمدم جلوی قدمهای نازنین رسول الله پربر بشم و آمدم کسانی که به ساعت پاک و مقدس رسول الله اهانت میکنه با دندونم را تک اونها رو پاره بکنم. تو رو خدا نداشت به رسول الله چیزی نگو، تو رو خدا محمد رو خبر نکن، تو رو خدا رحمت للعالمین چیزی نگی که من امیر رو برمیگردونه. من بوی بهشت استشمام میکنم، من میخوام دست رسول الله رو در بهشت بخشارم، نکنه که من برگردونه. سبحان الله. گفتگوی نامه داره جناب رسول الله آمد که امیر کجا آمدی؟ امیر تو چرا آمدی؟ تو کوچگی فوراً به پای رسول الله افتاد. تو خدا یا رسول الله من میخوام تو بهشت کنارت باشم، من آمدم تکنکی باشم، من گل پرپر خودگی کنم، من خودشه و کبوتر سفیدی هستم که روز مخفر خونم دستش دارد، دست استقامت، دست روز بردی، دست ایمان و تصامم به جهان بشریت بیامودم. تو خدا من بر نگردون. سبحان الله. ایمانی کوه انجام میکنه. امیر بلند شد که رسول الله پیشانی تو رو بوسه بده. بلند شد برو که بتونه جلوی تو رو بگیره. حرکت کرد. کدوم مردی که امروز به ساعت مقدس رسول الله اهانت بکنه مانند شیر درنده‌ای خودش را در قلب سپاه دشمن وارد میکند و بعد از اینکه چندین کافر را با دستان ضعیفش به درک واصل میکند خودش جام شهادت را مرتب تاریخ اینها فراموش نکرده. صفحات تاریخ از خلال اینها به صورت گذرانه خواهد بوده. نوجوانان امروز چه شده امت رسول الله را میدونید چی میگذرد؟ اون نوجوان نمیتونه تحمل بکنه حالت به رسول الله، آمده خودشو فدا بکنه. اما امروز امت رسول الله 1,400,000 میلیون مسلمان میشنوید و میبینید چه اهانتهایی در آمریکا نمایشنامه‌ای درست کردن به نام نمایشنامه لرزش. قهرمان این فیلم کیه؟ محمد علوی. یک دست محمد لیوان شراب و دست دیگرش به بغل دست آفه با آبروی اسلام داره می‌تازد.
اما کجاست امت رسول الله؟ اقبال به تو میگه ای توهی از ذوق و شوق و سوز درد، میشناسی اصل ما با ما چه کرد؟ اصل ما را ز ما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد. سوز او تا از میان سینه رفت، جوهر آینه از آینه رفت، تا کجا بی غیرت دین زیستن؟ یا رسول الله، ای مسلمان با دین زیستن. یا رسول الله، یا رسول الله. این جهان کهنه دروازه جوان، تا کجا بی غیرت دین زیستن؟ ای مسلمان مرده این زیستن. به خدا قسم مرگه بیاد در زندان ابو هریره تعدادی از زندانیان مسلمان را، فرزندان ابو حنیفه را، فرزندان عبدالقادر گیلانی را، عراق سرزمین علی کراره، سرزمین عبدالقادر گیلانی، سرزمین و دانشگاه ابو حنیفه، مهد علم و عرفا و خون حسین کربلا. امروز بیاد جوان مسلمان رو بیاد بیرون جلوی زده و شش لخت مادرزا سگهای آموزشی را میارن اول آنه تناسلی و سپس جسد اونها را تکه تکه و پاره پاره میکنن. بعد دیگه سر صدا میشه رئیس جمهور آمریکا فقط خانم جنرال جیلیس را که به عنوان ریاست از زندان ابو هریره هست برکنار میکنه و به پست مقامی بالاتر نمیشه. دولت‌های اسلامی، کو سرمایه‌داران اسلامی، چه بگه اقبال به من تو بگی این اشعار را که با فشیزی دین ملت نافرو، هم متاع خانه و هم خانه سو، آن که بود الله او را ساز و برد، دین او اندر کتاب او به مرد، هر کسی بر جاده خود تیز رو، ناقه ما بی زمان و عرض دو، صاحب قرآن بی ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب. این از نوجوانان عمیر بن وقاص. و اما بشنوید از جوانی داریم به نام خالد بن ولید که رسول معظم اسلام میفرماید خالد بن ولید سیف من سیوف الله سله علی المشرکین. خالد شمشیر کشیده خدا که بر فرق مشرکین و ملحدین در هر عصر زمانی فرود خواهد اونها را تکه تکه و پاره خواهد کرد. خالد بن ولید در نبرد سرنوشت ساز یرموک در زمان سپهسالار دین و خلیفه بلافاصله رسول الله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در منطقه شام، لشکر کفار 200,000 نفر و لشکر خالد بن ولید 2,000 نفر اصلا قابل مقایسه نیست، قابل تراز و متساوی نیست. 2,000 کجا 200,000 کجا. یکی از مسیحیانی که تحت لوای اسلام می‌جنگید خودشو به خالد نزدیک می‌کنه، میگه خالد، میگه چیه؟
میگه لشکر کفار 10 برابر ما رو تکه تکه و پاره پاره میکنن. میگه مسیحی تو مسلمانی، خدا قسم اگر لشکر کفار 1000 برابرم باشه در مقابل شمشیر حق و شمشیر خدا هیچ و پوچن، چرا چون ما حقیقت انسان اسلامی را رها صورتن و صورت نای مقابله و توان ایستادگی را در مقابل حقیقت رو نداره. حرکت میکند. بعد اینکه مقداری تاردار گرم میشود، بیش از 80,000 نفر از فوج کفار رو خارج برای همیشه به درک واصل میکنه. این مهمه ها 80,000 نفر توسط 2,000 نفر. در همین جا یکی از صحابه خودش رو به امیر جنگ نزدیک میکنه، میگه ای فرمانده جنگ، من آمدم برای شهادت، من آمدم برای تکه تکه شدن، من میخوام امروز روزم افطاری رو با رسول الله در جنت الفردوس برید باشم. برای محمد چه سفارش دادی که برسونم؟ بگی سلام منو به پیامبر برسون، بگو یا رسول الله فدا که ابانا و مانا، مامان و بابامون فدا بشه که قطر خونی که در آن ریختی، دندان مبارک تو فدا کردی، حسین تو ریختی، ما امروز غنچه زدیم بیروز شدیم. انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، هرچی که به ما گفته بودی دیدیم. امروز اگر مسلمانی بگه من میخوام برم پیش رسول الله، مسلمان شما چی دارید بگید؟ چی بگید؟ یا رسول الله به تو اهانت میشه، زنان مسلمان تجاوز میشه، فرزندان مسلمان در مسجد الاقصی تکه تکه و پاره پاره میشه. یا رسول الله نمازخوانان امت معتاد و تحیاتی شدن. یا رسول الله روز قیامت خنسا 4 تا بچه داره، تو چی داری؟ 4 تا بچه معتاد میمونن. تو چی داری؟ 4 تا دختر بی حجاب و بی غیرت. تو چی کار کردی؟ در ماه رمضان فقط 2 رکعت نماز خوندم، رمضان که بچیده شد تو ماه رمضان تو بار عبادت با خودش برد. چی رو هم بگی؟ حمزه با جسد تکش بیاد، خنسا با 4 تا بچهش بیاد، خواهرم سمیه با بدن پاره پارش بیاد، بله عمیر رو وقت با دست پشتش بیاد. تو چه داری؟ من چه دارم خدایا؟ شرمنده‌ای، چیزی رو نداری. و اما پیر مردان گوش بدن. امرون جموح اللیل 4 تا بچه‌شو در غزوه احد غالباً بسیج میکنه، خودش پاس لنگه، میاد لباس رزم میپوشه. بچه‌هاش میگن کجا بابا؟ میگه منم میخوام بیام شرکت بکنم. نه لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج. تو لنگی و پیر مرد و ما 4 نفر جوانیم، تو چرا؟ گریه کرده میاد پیش رسول الله، میگه یا رسول الله من میخوام در جهاد شرکت بکنم، بچه‌ام نمیگذاره. میگه خب امر من جموح اللیل، تو بشین تو خانه، بچه‌ها جهاد میکنن. میدونی چی میگه؟ این پیرمرد زنده دل و جوان دل که دلش از 1000 جوان امروزی زنده تره، میگه یا رسول الله منم میخوام با پای لنگم در بهشت قدم بزنم. تو چرا مانع میشی؟ تو رو خدا بذار بیاد که من با پای لنگم تو بهشت جا داشته باشم. چرا مانع من میشی؟ اینها رو تاریخ فراموش نمیکنه و اینها افسانه نیست. جوان مسلمان اینها باید انگیزه بده، باید شجاعت بیاره، غیرت عمری رو باید زنده بکنه، وگرنه کار از کار تمامه. لذا اولین وظیفه یک جوان مسلمان اینه که اسلام حقیقی رو پاس بداره، اسلام سوری رو بذاره بیرون، اسلام مجازی رو از مجاز به حقیقت بیار، از صورت به واقعیت بیار، از زمین به آسمان بره، از صراط به ثریا بره، از عالم مادیات به عالم معنویت پرواز بکنه و از خوشی‌های دنیا خودش رو به خدا برسونه. سلامت این این اولین وظیفه ماست. وقتی منم خیلی دیر شد، اما من صحبتم رو باید تمام بکنم. دومین وظیفه یک جوان مسلمان اینه که ما با تئوری و ایدئولوژی اسلام اگر آشنا باشیم بسنده نیست، بلکه باید در عرصه عمل نشان بدیم. امروز اسلام عمل میخواد. صحابه رضوان الله علیهم میگن لا اله الا الله، لا اله الا الله رو عملا وارد زندگیشون میکردن. 4 تا 5 تا بچه 4 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 تا بچ
فرقی نمی‌کنه، تاجر بودن، کاسب بودن، بازاری بودن، فرهنگی بودن، رئیس جمهور بودن، قاضی بودن. من به دو مورد از اینها اشاره می‌کنم. در زمان خلافت امیرالمومنین حیدر کرار رضی الله تعالی عنه، ایشون یک زرهی دارن، زره حضرت علی گم میشه. بعد چند وقتی خودشان خلیفه و در واقع به اصطلاح امروز ریاست جمهوری نه یک کشور چندین کشور رو به خود داره، تمام خلافت رو. بعد زره خودش رو نزد یهودی میبینه، بلافاصله میگه یهودی این زره مال من نیست، میگه آقا چرا من متهم میکنی؟ حضرت علی شکایت میکنه پیش قاضی شوری، قاضی وقت. توجه کنید، حالا یک رئیس جمهور میاد پیش قاضی از دست یک یهودی میاد در مجلس حاضر میشه. حضرت علی هم میاد، قاضی شوری بلند میشه میگه السلام علیک یا امیرالمؤمنین. میگه به من امیرالمؤمنین نگو، الان من در مقام شافعی متهمم، امیرالمؤمنین برای من واژه خوبی نیست. بیا بالا بشین. نه، من کنار متهم میشینم. باید دست بگیرن دولتمردان دنیا و حکومت علوی باید زنده بشه تا دنیا متبرر بشه از نور قرآن. بیاد کنارش میشینه. بعد چون که حضرت علی مدعیه و مدعی باید شاهد بیاره، شاهد دارید؟ شاهدم بچم، فرزند برومندم امام حسنه. شهادت بچه برای پدر قابل قبول نیست علی، لذا ما معذوریم، معذرت میخوام، شهادت بچه رو قبول نمیکنیم. چشم. قاضی هم میدونه که به خدا قسم زره مال علی، علی هم میدونه، یهودی هم میدونه که زره مال علی کرده و خدا هم میدونه که زره مال علی، اما به خاطر قضاوت اسلام برمیداره زره رو به یهودی میده، چون که علی شاهد نداره. بلند میشن میرن بیرون. یک انقلاب شگرف و بزرگی در وجود یهودی. تو خدایا این اسلام رو به این درد. بلافاصله برمیگرده میاد پاهای حضرت علی رو میبوسه، میگه فدای تو و فدای دینت، لا اله الا الله محمد رسول الله. علی در دین ما خدمتگری، عدل فاروقی و فتح حیدری، آن مسلمانان که میری کردن در شهنشاهی فقیری کردن. در زمان سلطان مراد حضرت علی مجددا زره رو میبخشه به خود یهودی، میگه به قدر اسلام 700 دینار رو پوش میذاره. اینها بودن عملا اسلام. کسانی میگن اسلام با زور و اکراه و اجبار و قلدری و شجاعت پیروز شد، به خدا قسم حرف مفت و گذاشت، بلکه اسلام توسط عمل مسلمانان، توسط اعمال حسنه مسلمانان، اخلاق و همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان توانست بر این همه کره خاکی سایه بسیار بزرگ خودش را بگسترانه و همه را تحت لوای خودش جای بده. سلطان مراد یکی از خلفای عثمانی که کل شبه جزیره بالکان رو فتح میکنه و بنا هست که مسجد درست بکنه که در دنیا این مسجد انگشت شمار بشه، تکتاج میدان باشه. بنایی میارن، کاری نداریم، برای اینکه بنا کارش رو تمام میکنه قسمتی از کارش حالا عیبی داشته نمیدونم، اقبال راهوری دستشو میاره. بعد سلطان مراد میاد این بنا کارش رو انجام نداده، با شمشیری که در کفتره میزنه دست رو قطع میکنه. بلافاصله دست دستوی خودش این بنای مسلمان در بیاره بیاره پیش قاضی بخش شکایت میکنه. چیه؟ برای سلطان مراد دست رو قطع کرد. بلافاصله رو میفرستن اهدایه و اصلاحیه که بلند شد کارش رو بذار کنار، لباسه ریاست جمهوری رو بذار کنار، به شکل یک متهم بلند شد بیاد. اسکرد و اساس محافظ و ریحان همه رو بذار بیاد اینجا در محضر اسلام، قاضی اسلام اینجا خود شرف و حدود پیدا میکنه. بعد از اون که قاضیاشو میره، قاضی حکم میکند که شمشیر از دست سلطان مراد گرفته بشه و به دست بنای مسلمان داده بشه که انتقام خودشو بگیره و به جهانیان اثبات بکنه که اسلام دین عمله، نه دین پست و مقام و ریاست. شمشیر رو بالا برد بنای مسلمان و سلطان مراد دست خودشو دراز کرد که الان موقع قصاص حق و عدالت در مردم قرآن و سنت. اینجا که دست خودش بالا برد گفت الان میتونم بدم و این را دست خودم رو پس بکنم، ولی گفت از بحر خدا بخشیدمت، از برای مصطفی بخشیدمت. پیش قرآن بنده و مولا یکی، موریا و مسند زیبا یکی، یا موری بر سلیمانی زفر خطبت آیین پیغمبر نگرد. این عمل اسلامه. ما امروز چه عمل داریم؟ اگر یک ما سوال بکنه اسلام رو برام معرفی بکن، چی داری بگیم؟ برادری از دانشمندان غربی از طریق مطالعه کتب اسلامی نشریات و شبکه جهانی اینترنت با ایدئولوژی
سلوکی اسلام و توری اسلام آشنا میشه، عاشق و شیفته اسلام میشه. اسلام درون نوشتارها خیلی زیباست. این اسلام رو ما دست کردیم قبول کنید. دیوانه میشه، قرآن رو مطالعه میکنه، لا اله الا الله محمد رسول الله. من تو این جهان یک دلیل دست کار میکنم، از مخوض جذب میکنه که من برم اسلام رو در مرکز رشد رو به اسلام، یعنی مکه و مدینه تماشا بکنم. حرکت میکنه میاد به مدینه منوره و مکه مکرمه. وقتی احوال مسلمانان رو میبینه که مسلمانان هیچ گونه سلخیتی با خود اسلام ندارن، از شان سلاطین میشه روی خانه خدا و گنبد رسول الله، میگه الحمدلله الذی عرفنی الاسلام قبل ان اعرف المسلمین. خدا رو شکر که اول اسلام رو شناختم بعد مسلمان رو دیدم، وگرنه به خدا تا 100 سال اسلام نمی‌آوردم. این برای ما ننگه، این برای ما مایه خفت و ذلته که اسلام درون قرآن در زیبا و اسلامی که درون ما مسلمانان هیچ گونه اصل زمین اسلام قرآن و سنت نداره. چرا؟ چون که عمل نیست. برادری از برادران بسیار بزرگ جماعت تبلیغی این نهضت بسیار عظیم و شکوفا تعریف میکرد. ما رفتیم در لس آنجلس، تمام دنیا رفتن، اونجا کارگزاری میدادن. یک برادری تاجر مغازه‌دار صبح قرآنش باز میکنه برای خوندن، یک خانم مسیحی میاد پیشش برای خرید لوازم و احتیاجات ضروری منزلش. من با تونتون حرف بزنم چون مطالب رو شما برسونم. میاد هر روز میاد یک مسئله که بهش میفرمونه، بعد به قرآنش، به دینش، ریشش، مذهبش، حمامش مسلمان تبسم میکنه و میذاره میگه. این اخلاق اسلامی است. تا اینکه رفت آمدها زیاد و این زن تحت تأثیر اخلاق اسلامی و قرآن عظیم و شان قرار میگیره و بعد کلمه زیبا لا اله الا الله محمد رسول الله میگه و مسلمان میشه. از اون آقای تبلیغی درخواست میکنه یک نوجوان خوب به معرفی کنه من باش ازدواج بکنم، عهد اسلامی بکنم. میاد پیدا میگیره از جوانان خاورمیانه، دیگه از جوانان من و شما که مهاجر آمریکا بوده، میاد برای معرفی میکنه، مراسم عرض عروسی برگزار میشه، زن حجاب اسلامی رو میپوشه، نماز تهجدش خدا شاهد نظاره میشه، قرآنش، قرائتش، ذکرش، تلاوتش، صدقه‌اش، انفاقش، همه ماهیت‌های دیگه اخلاقش. تا اینکه بعد از یک ماه سر صبحی آقا نشسته که این زن حجاب رو برداشته آورد، قرآن رو سرش گرفت و قرآن محکم کوبید. من این اسلام رو نمیخوام. چرا اسلامی رو تو قبول کردی؟ چون که خود مسلمان شوهرم به این قرآن عمل نمیکنه و چونه عمل کنه. قرآن گفته آقا شراب حرامه، شوهرم روزی 2 لیتر شراب میخوره. قرآن گفته بی حجابی و حجابی و چه جرانی حرامه، شوهرم شب روز مشغول به حجابی است. قرآن شما گفته زنا حرامه، قرآن شما گفته قماربازی حرامه، فلان حرامه، اما همه حرام خدا رو حلال میکنه. اسلامی که ندونه پیروان خودشو تحت تأثیرش قرار بده، چگونه میخواد منو تحت تأثیر قرار بده؟ این تو و این اسلام نمیخواد و کفر میشه و مرتد میشه مجددا. از اعمال من توست در همه ابعاد زندگی، در بعد اجتماعی، در بعد معنوی و عبادی. عبادتها خالی از روح تو عبادت فقط استاد ندوی کیفیت نماز مولانا روم رحمت الله علیه رو بیان میکنه، میگه اون قدر در شبهای سرد زمستانی که برف رو زمین و اون باد تند، باد سیاه اصلاحی نشان می‌رسید، وقتی اشک از چشمان سراجی میشد به خدا قسم، وقتی دریش و محافلش میرسید اشک‌ها یخ میبست. کون نماز مگس میاد دیوانه میشه یا حیولا یا هر چی گم میکنیم سر نمازی که برادران میگفت که من کلیدامو گم کردم، هر چی گشتم با زن، بچه، خانم همه دعوا کردم، از کلیدا خبر داشتم. عجب بیچارگی، کلید چیه؟ کلید گاف صندوق وقت میشه ماشین، هر دو تا نقطه ضعفش. دیگه اگر ماشین خاموش باشه و گاف صندوق هم بسته، دیگه این مرده جوان مسلمان امروز. آمدم اتفاقا سر نماز الله اکبر، تو فکر کلیدا بودم، کلیدا زیر رفتاب زیر باشه. بله کلیدا رو تو نماز پیدا میکنیم، خدا رو کجا ما پیدا کنیم؟ تو نماز که ما دنبال کلید و قفل پول باشیم، دیگه بیرون تو بازار کجا ما خدا رو پیدا کنیم؟ واقعا لا اله اندر نمازش بود و نیست، رازها اندر نیازش بود و نیست، نور در سر و صلات اون همان، جلوه‌ای در کائنات اون همان، سجده‌ای کز وی زمین لرزیده است، بر مرادش مهر و مه گردیده است، سنگ گردیدن نشان آن سجود، در هوا آشفته گردد همچون دود. این زمان جز سربزیری هیچ نیست، اندرون جز ضعف و پیری هیچ نیست. در بعد اجتماعی، تفرق، تشتت، اختلاف، درگیری‌های قومی، تباهی فکری، هر کسی رو بکوب این بره بر علیه او اسلحه بردار. اسلام و مسلمانان به جان همدیگر افتادند.
در حالی که اقبال من و تو میگه نیست از روم و عرب پیوند ما، نیست پابند نسب پیوند ما، دل به محبوب حجازی بسته ایم، زیر سبب با یکدیگر پیوسته ایم. در بعد نظامی، در بعد اقتصادی مسلمانان شدن نوکران حلقه و گوش آمریکا. کشورهای اسلامی فکر میکنن اگر سفارتخانه‌های اسرائیل و آمریکا رو تعطیل بکنن از گرسنگی میمیرن. در حالی که اینطور نیست. رزق خویش از نعمت دیگر مجو، اقبال من تو میگه قیمت شمشاد خود نشناختی، سر به دیگر را بلند انداختی. لذا این دومین وظیفه ماست که در عرصه عمل باید این مسائل رو بالاخره پیاده کنیم. و اما مسئله سوم و آخرین وظیفه دعوت به اسلام. مسلمان فقط نباید با اسلام آشنایی داشته باشه و خودش اصلاح بشه، بلکه مسلمان باید محور اصلاح ارشاد جامعه قرار بگیره. آیه‌ای که قل فانذر وربک فکبر، با این قیام باید بلند بشه و با این انگیزه که دنیا رو باید تصویر بکنه. مسلمانی که داند رمز دین را، نصایح پیش غیر الله جلیل را، اگر گردون به کام اون نگردد به کام خود بگرداند زمین را. امروز این دعوت در میان ما مرده، بلکه غربی ها این دعوت رو برداشتن. غربی ها کوههای تبلیغاتی رو برداشتن و تا جایی که انرژی و توان دارن برای اسلام مسلمانان را شب روز برنامه‌ریزی می‌کنن، اما بچه مسلمان خوابه. وقتی انسان پروتکل‌های دانشوران صهیونیست برای ایجاد خدشه و دخله در میان صفوف مسلمانان رو مورد تحقیق و بررسی قرار میده، بدن انسان خدا را شاهد می‌گیرد. استاد ندوی رحمة الله علیه در کتاب خودش آورده یکی از هنرمندان و هنرپیشه‌های حتی میلیونر آمریکایی به نام آقای هینری فورد کتاب نوشته تحت یهود جهانی که هر کسی کتاب مطالعه بکنه استاد میفهمد دیوانه میشه، که میاد اولین اولویت کاری اینها مبارزه با رهبران مذهبی و مبارزه با خود رسول خدا که امروز در جهان غرب زبان عربی زبان ترور و رسول الله به عنوان بزرگترین تروریسم معرفی میشود. دو، سران حکومت‌های اسلامی را همانند مهره‌های شطرنج بی اختیار و بی‌اراده کردند. متاسفانه امروز اینجوری شده الحمدلله که در کشور اسلامی ما حقیقتاً موضع‌گیری جمهوری انقلاب اسلامی ایران در قبال تمامی جنایت‌هایی که در عراق و فلسطین و اطراف افغانستان صورت گرفت موقعیتی بسیار موضوعی جالب به جان اسلامی بود و نمایانگر اون هم و اشاره‌ای که اون بکنیم روز جهانی قدس بود که امروز بود و این یکی از ابتکارات حضرت امام راحل رحمة الله علیه بود. الله اکبر، الله اکبر. لذا جهان غرب با تمامی قوا میخواد جوان ما نشخوار کننده تراوش‌های فکری و فرهنگی در باشد و جوان ما هم متاسفانه دانسته و یا نادانسته میاد افکار بالاخره مسموم اونها رو خوراک ذهنی خودش قرار داره، حالان که نه تنها این که این خوراک مقوی و ویتامین‌دار نیست بلکه مسموم و زهراگین و آمیخته به اسید ایمانزده است. پس جوان مسلمان امروز از جوان غرب هرچه از جوان غرب بیاد اون برای ما بلاک عمله. اگر یک جوان غربی تیغش کن شده باشه که مقداری از ریش تراشیده باشه اینجا تیغش گیر کرده باشه بعد بیاد تو شهر یک دوری بزنه فردا میبینه همه جوانان مسلمان یک بر ریششون تراشیده پروتوسوری میگن. یا اگر جوان غربی زانوی شلوارش پاره شده باشه و بعد نکی پیدا نکنه که اون رو بدوزه و یا جنس رو پیدا نکنه چرم بزنه چند سازی شلوارهای لیگ مدود همه دور بر زانوها چرم داشته بودن میشن مرد. و اگر امروز روسری‌ها رو به 4 نفر میدن ادب و این رو مرد میانند آن ننگ بشربین که زند دم به تجدد اوریان بنموده است که حیوان بدن خود پیچیده سر از حکم خدا کرده تمرد بنموده به تقلید غلط پیروی از مرد. این است تمدن که کنون را اجتباه است، تمدن حیوانی. و مسلمان تو فرهنگ غنی به نام قرآن و سنت داری، تو عنصر بسیار عظیمی به جا به نام احادیث رسول الله داری، تو فرزانگان نخبگان و فرهیختگان بسیار عظیمی به نام ابوبکر و عمر و عثمان و علی داری که با تأثیر از اینها میتونی خودت رو زنده بکنی. لذا ای زفسون فرنگی بی خبر فتنه ها در آستین او نگر، از فریب او اگر خواهی امان اشترانش را ز حوض خود بران. حکمتش هر قوم را بیچاره کرد، وحدت اعرابیان صدپاره کرد. اصل خود را بنگر ای صاحب نظر، در بدن باز آفرین روح عمر. تکبیر!
وظایف شما خیلی زیاده جناب و شما دارید منو به حرف میارید، ولی من به عنوان آخرین سخنم اینو میگم به شما که باز هم جای نومیدی نیست. بدو بقار بقول اقبال ای دلیران وطن قربان ایمان شما، میخورد در قلب دشمن تیغ برهان شما، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیده‌ام از روزن دیوار زندان شما. حقات امروز هنوز هم عمرها نمردند، صلاح الدین ها نمردند، بلکه نمونه بسیار کوچک از اینها را میتونید در سرزمین قدس و فلسطین مشاهده بکنید. من و شما بی‌تفاوتیم. من فقط دو عنوان بسیار کوچک عرض می‌کنم از حماس آفرینی‌های دلیل مردان و فرزندان خالد و فرزندان صلاح الدین ها در بیت المقدس. در روزهای اخیر و در ماه‌های اخیر همه شما شنیدید و از اینکه ترور شیخ احمد یاسین و ترور شخصیت‌های دیگر عبدالعزیز رنفیسی و استاد عیاض و ابو جهاد و ابو جیاد و بقیه بزرگواران، فرزندان و دانش آموزان من و شما خوب گوش بدید. فرزندان، همین نکته آخره، فرزندان و دانش آموزان من و شما، بچه‌های مکتبی دبستان، صبح که می‌خوان به مدرسه برن، به خدا قسم به جای خودکار و قلم و به جای دفتر و کتاب درون کیفشان مقداری سنگ می‌کنند. بعد میاد کنار مادرشان میگه مادر پیشانیتو بیاد بوسه بدم، من دارم میرم مدرسه، این پیشانی اول، این بوسیدن اوله و این سنگ‌ها درون کیفمه و اگر زور بر نگشتم در جنت الفردوس و این کنار رسول الله منتظرم. بیا بابا بیا اونجا من تو هم دیگه رو ملاقات بکنیم. فإن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون وموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون. مامان اگر ظهر به خانه نیامدم دیگه نهادم و نگه ندار، منتظر بچه ندار که بچه‌تون شب کنار رسول الله شام میخوره. این جوانه، دوتا از زوج جوان در فلسطین میگن بیا با هم عروسی بکنیم، عقد ببندیم، اما مراسم عروسی ما رو در جنت به امامت رسول الله میان عقد خودشان میبندن، هر دوتاشون روزی میگیرن و دست به یک عملیات استشهادی میزنن. شب رسول الله رو خواب میبینن هر دوتاشون که زوج جوان عقد خودتون رو بستید، افطاری بیاد در بهش، محمد میزبان شماست. سبحان الله، قربان ایمان. هر دو تا دست یک عملیات استشهادی میزنن و هر دو تاشون شهید میشن و شب به افطاری محمد دعوت میشن. این نمونه های زنده در عصر من شما، اما صورت شده که نماز صبح نداره میخوانی. قدرات خون جوانان فلسطین هزار پیام داره، میگی جوان ایرانی مردها میگی درسته شده، اما مرد تو با خدا بازه. این مرد رو بشکاف، این مرد رو فرد کن، خدا رو قلب خدا رو فرد کن. بیا با خدا روز بگیر، شبهای منزه نگوه ماه رمضان برچیده بشه و ما همچنان در لجندار وسیعت پروردگارا می ما را چنان میتون سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. پروردگارا عزت از دسته مسلمانان را و مسلمانان برگردان. خدایا روح نازنین رسول الله را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا اسلام سوری ما را به اسلام حقیقی تبدیل بفرما و روز قیامت در کنار بقیه شهدا پروردگارا اگر ما خونی نریختیم، عرق ما رو، اشک ما رو، نماز ما رو اگر چیزی بیروحه به درگاه خود قبول بفرما و ما رو در زمره شهدا و صدیقین محشور بفرما. از اینکه از کوپن هم بیشتر حرف زدم معذرت میخوام. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله